سلام علیکم. امروز آمدم یک سالاد سه سوته بهتون آموزش بدم. خیلی هم آسونه این سالاد. این سالاد لوبیا چیتی داره، همینجور که میبینه این لوبیا چیتی ها رو گذاشتم آب پس شده. البته یکم طعم گرفته بوده، به مخت خواهرم گذاشته بودم. رفتم کرفس بخرم، آمدم دیدم ته گرفته، ولی خب این رویاش خدا رو شکر سالم مونده دیگه. یک دانه کرفس کوچیک و یک سیب زمینی هم که گذاشتم آب پس شده براتان. سیب زمینی رو کامل بچه‌ها پوست میگیرن، بعدش هم به اندازه بند انگشت نگینی ریزش میکنن سیب زمینی رو کامل. این سالاد کلی خاصیت داره، چون توش لوبیا چیتی داره. لوبیا چیتی سرشار از ویتامین و پروتئین و اینجور چیزایه، سرشار از پتاسیمه و برای کسایی که یبوست دارن خیلی خوبه. برای هضم غذا خیلی خوبه، برای کسایی که خشکی پوست دارن خیلی خوبه. حالا جالبه که خودم دوتاشو دارم. خلاصه سیب زمینی ها رو میریزن تو ظرفی که مال سالادتانه، بعد لوبیاها رو بهش اضافه میکنین، لوبیاهایی که آب پس شدن. بعدم کرفساتن نگینی خورد میکنه، اندازه هم سیب زمینی ها اندازه لوبیاها. کرفس هم که کلی خاصیت داره دیگه، کرفس رژیمیه، کلی هم خاصیت داره، برای هضم غذا خوبه. بعدش هم فشار خون رو میاره پایین. کسایی که فشار خون بالایی دارن مثلا کرفس بخورن براشون خیلی خوبه. این کرفس هم قاطی میکنه. برای کسایی که میخوان این سالاد رژیمی بچه ها استفاده بکنن، حتما از سسش رو از ماست و یه مقداری سس و حالا سرکه بالزامیک و آب لیمو استفاده کنن برای سسش. ولی ما چون نمیخواستیم رژیمی رو استفاده کنیم و برای مهمون میخواستیم استفاده کنیم، سسش، حالا سسایی که دارین تو تصویر میبینین، سسایی که ما داشتیم سس فرانسوی، سس سالاد، سس سیب زمینی و آب لیمو بود. اینا همه رو ریختم توی این سالاد خوشمزه و قاطی کردم. یه ذره سرکه بالزامیک هم بزنید، خیلی این سالاد خوشمزه میشه. فوق العاده خاصیت داره به خاطر کرفس و لوبیا چیتی که داخل این سالاد وجود داره. حتما این سالاد رو درست کنه. خدا وکیلی هم خیلی آسون بود دیگه، یعنی غذا از این آسون تر میتونن درست کنه، برای سر کارتانم ببرن. هزینه این سالاد هم بسیار پایینه، یعنی کرفس و لوبیا و سیب زمینی دیگه، چیزای گرون گرون هم توش نداره. ما این کرفس که خریدم به اندازه 3-4 نفرم سالاد مده، فکر کنم 40 تومن، فکر کنم دقیق یادم نیست. بعد خلاصه که اینجوریا دیگه. این هم تزیین سالاد ما. حتما درست کنین، سر میز بیارین، برای مهموناتون درست کنین. خیلی هم واقعا طعمش خوشمزه است. نوش جان.